خب همونجوری که توی ویدیو قبل گفتیم این ترند لاین برای ما حائز اهمیت و یک ترند لاین ماژوریه. اوکی. خب گفتیم یک روند نزولی داشتیم و آخرین کفی که این روند نزولی برای ما ساخته بود این کف بود. بعد از ساختن این کف یک اصلاح داشتیم که انتظار داشتیم بعد از این اصلاح بازار بیاد کف جدید بسازه، اما شروع کرد بازی کردن توی دل این محدوده و آخرین سقفمون اینجا بود. اوکی. به این ناحیه گفتیم چی؟ گفتیم محدوده چاپی ماست و تا زمانی که قیمت داخل این محدوده است ما داخل این محدوده ترید می‌کنیم. زمانی که از این محدوده خارج شد برمیگردیم به چی؟ به آخرین لگی که داریم و قیمت هنوز سقف اون رو تاچ نکرده. آخرین لگی که داشتیم و قیمت هنوز سقفش رو تاچ نکرده هنوزم اینه. اوکی. پس الان ما یک سقف مهمی اینجا داریم. اوکی. گفتیم اگر این لگ قیمتی رو لول بندی بکنیم از سقف تا کفش یه فیبو بندازیم گلدن زونش رو بخوایم پیدا بکنیم میشه این ناحیه که دیروز توی تحلیل گذشته هم گفتیم انتظار داریم بازار از اینجا یک ریزشی رو داشته باشه که همین جوری هم شد. خب الان چی داریم؟ الان سقفمون اینجاست. اوکی. خب من چی داشتم؟ من یک اسپایک داشتم از اینجا تا اینجا. اوکی. گلدن زون این اسپایک منم میفته توی این ناحیه. از این خارج میشم. یک چاکم اینجا داشتم. اوکی. پس من اگه بازار برگرده اول باید این سقف این ناحیه رو پایین بشکنه، بعد بیاد خودش رو به اینجا برسونه، بعد لول های پایین ترش. خب حالا این یه دیدگاه بلند مدته. اگه سقفش هم بشکنه رو بالا باید بیاد برای این. خب حالا برای ترید کردن فردامون ما چی داریم؟ میریم توی تایم 30 دقیقه که تایم ترید ما هم هست. توی تایم 30 دقیقه ما چارتمون رو بررسی میکنیم چی داشتیم و الان باید چی کار بکنیم. خب این سقفمون که شکسته شد، این سقفمون که شکسته شد اینجا با یک گام حرکتی شکسته شد. گام حرکتیمون چیه؟ اینجا شروع شد تا اینجا. اوکی. اینجا اصلاح داد، گام دوم. خب این گام اولمون بود. درسته؟ این گام اولمون بود. این گام دوممون بود که از اصلاحش به اندازه گام اول قیمت رشد کرد، اصلاح داد و اینجا وارد یک رنج شده. اما قبل از این رنج ما چی داشتیم؟ ما گفتیم چی؟ توی ویدئویی که راجع به استراتژی اسپایک صحبت کردیم گفتیم هر زمان یک گام اسپایک شناسایی کردی، گام اسپایک، بعد از اون قیمتت رو کانالیزه کن. قیمتمون رو بعد از این گام اسپایک اصلاحش رو دیدیم، بعد از این اصلاح قیمت وارد این کانال شد. گفتیم زمانی که کانالتو کشیدی قیمت از کانال زد بیرون، تو منتظر باش قیمت برگرده به ناحیه اف تی آر اون کانال و بره بالا دوباره، که همین اتفاق هم افتاد. حالا الان قیمت ما دوباره وارد یک کانال شده، یک کانال با یک ترند لاین نزولی این بار. اوکی. الان من چه انتظاری میتونم از بازار داشته باشم؟ الان در درجه اول، خب در درجه اول ما داخل یک رنج قرار داریم. این رنج ماه. از لحاظ سایکل شناسی بازار اسپایک داشتیم، کانال داشتیم، الان یک کانال دیگه داریم، اما در محدوده کامل یک رنج قرار دارن همشون. الان من برای فردا چند تا نظریه میتونم داشته باشم. یک، این کف کانال، این کف رنج برام مهمه، این ترند لاین برام مهمه، این سقف هم برام مهمه. اگر این ترند لاین رو به بالا شکسته شد من زیاد ریسک نمیکنم، صبر میکنم پول بک بزنه بیاد این سقف رو بالا بشکنه. در شکست این سقف تثبیت پول بک و بایشو میگیرم. اگر خودشو به این سقف رسوند، نقدینگی بالای این سقف رو جمع آوری کرد، برگشت زیرش کلوز داد، من در کلوز زیر این یه تاییدیه پول بک سلش رو میگیرم. اگر قیمت اومد این کف رو پایین شکست، تثبیت پول بک یه سل میگیرم تا این ناحیه. اوکی. پس ما برای فردا این دیدگاه رو داریم. حالا فردا توی کانال تلگراممون صبح که پا میشیم بررسی میکنیم دوباره. اگه هیچ کدوم از این سناریوها اتفاق نیفتاده بود و کلا یه سناریو دیگه شکل گرفته بود که چی، که دوباره تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم و نقاط ورود جدیدی رو اعلام میکنیم. اما در حال حاضر این دیدگاه رو داریم. حالا ببینیم کدومشون شکل میگیره و باهاش فردا ترید میکنیم. امیدوارم موفق و پیروز باشید.